یک شکایت دیگر پیوندان امردین الواشوف تخریب منزل او در نویه روشخلا است. سوفیا مومنشویوا همسر الواشوف به رادیوی آزادی ادعا کرد که آخر ماه مارت امسال مقامات منزل نوبنیاد آنها را ویران کردند. این خانه را ما دوام 7 سال ساختیم. تمام کارهای لازمی برای ساختمانش را در دست داشتیم. بعد گذشتن اینقدر وقت غیر قانونی دانسته شده است. تا این لحظه نه امنیت، نه دادگاه و نه حکومت محله گویا این خانه را نمیدیدند و در یک لحظه غیر قانونی دانسته شد. مگر این کار عادلانه است؟ میپرسد سوفیا مومنشویوا. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، مقامات دلیل آوردند که خانه الواشوف در حدود یک مکتب نویه روشخلا جای داشته و یک مسئول اداره زمینسازی آن را غیر قانونی فروخته است. عثمان عادلوف، سابق مسئول اداره زمینساز نویه روشخلا را گویا به این دلیل به 8 سال زندان محکوم کردند. همسایه‌های الواشوف در نویه روشخلا هم تصدیق کردند که مقامات یک ماه پیش منزل امردین را خراب کردند. نزدیکان امردین الواشوف یک چهره شناخته در میان جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان که به 18 سال زندان محکوم شده است بازبینی حکم او را خواستند. برادرش بختیار الواشوف روز 5 می به رادیوی آزادی گفت عریضه شکایتی آنها به دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان سپرده شد. حکم الواشوف روز 29 اپریل امسال پس درهای بسته در بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه اعلان شد. دادگاه تفصیلات نمیدهد. منابع میگویند او را بر اساس 5 بند کودکس جنایی از جمله گروگانگیری عیبدار کردند. پیوندانش میگویند حکم به حد سنگین بود که خود الواشوف بعد از شنیدنش به حالت شوک افتاد. مقامات به طور رسمی چیزی نمیگویند. در گذشته تقریبا 4 ماه از بازداشت امردین الواشوف مقامات بجز از خبر استرداد او از روسیه چیز دیگر نمیدهند. وکیلان مدافع الواشوف هم حاضر نیستند درباره قضیه او صحبت کنند. جستجوی خبرنگاران رادیوی آزادی بعضی از تفصیلات پرونده امردین الواشوف را روشن کرد. گفتگو به رادیوی آزادی نشان داد که مقامات علیه امردین الواشوف بر اساس 5 ماده کودکس جنایی پرونده گشودند. گروگانگیری قسم 2 ماده 181، غصب بنا، انشاءات واسطه‌های اطلاعات و علاقه از جانب گروه سازمان یافته قسم 3 ماده 182، تشکیل اتحاد جنایی ماده 187، برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع اجتماعی، نژادی ملی، محلگرایی یا دینی ماده 189، تشکیل اتحاد اکستریمیستی ماده 307 علاوه 2. بر اساس اطلاع دریافتی رادیوی آزادی یک دلیل اساسی به ضد امردین الواشوف به واقعه‌های سال 2018 در ولایت مختار کوهستان بدخشان ربط دارد. مقامات پیشتر تصدیق کرده بودند که علیه الواشوف انو سال 2018 پرونده جنایی آغاز شده بود. به گفته یک منبع آگاه الواشوف را به آن گناهکار کردند که گویا سال 2018 به حجره کاری شادخان جمشید رئیس وقت ولایت مختار کوهستان بدخشان وارد شده خود او را گروگان گرفت و اتاقش را خراب کردند. طالب بیانبکوف یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان آن وقت به رادیوی آزادی گفته بود که بعضی افراد را در زندان شکنجه کردند و آنها به نزد رئیس ولایت رفته تا مسئله را تحقیق کنند. بعد آن واقعه رئیس جمهور امامعلی رحمان به شهر خوروغ رفته از وضع ترتیبات در ولایت مختار کوهستان بدخشان سخت تنقید کرد. پرزیدنت دستور داد که دوام 1 ماه ترتیبات را در منطقه برقرار کنند و اگر لازم شد از نیروی ارتش استفاده برند. به 18 سال زندان محکوم شدن امردین الواشوف واکنش‌های زیادی را به میان آورد. بسیاری‌ها به خصوص زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان پرسیدند که به خاطر کدام گناهش او را سالهای طولانی زندانی کردند. کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیکستان، یک سازمان مخالفین تاجیک در اروپا، حکم الواشوف را ظالمانه، ناعادلانه و غیر قابل قبول خواند. اعضای کمیسیون 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان هم میگویند نیت دارند به گروه کاری سازمان ملل عاید به بازداشت‌های خودسرانه شکایت برند. فراموز ارگاشف، یک عضو این کمیسیون، گفت نماینده سازمان ملل به آنها گفته است اول زینه‌های دادگاهی داخلی کشور را گذرند و سپس عریضه نویسند. امردین الواشوف ماه ینور امسال در روسیه ناپدید و در تاجیکستان پیدا شد. داستانی کل تاجیکستان ماه فوریه گفت او استرداد شده است، اما وزیر کارهای داخلی گفت با خواهش خود برگشت و دستگیر شد. اظهارات گوناگون دو منصبدار بلندپایه تاجیکستان که شفاف بودن قضیه او را زیر سوال گذاشت.